بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الاعراف. در سوره الانعام و سوره اعراف مثلا ارتباطشان چی هست؟ در سوره الانعام اینجا دلایل عقلی به وحدانیت الله متعال ذکر شد و با دلایل عقلی شرکیات رد شد و بیان شد که مثلا چی مشکلات اینا داشتن. در سوره که آل میایه در این سوره مبارکه در این دلایل نقلی بیان میشه که پیغمبرا و امتهای پیغمبرا چی مشکلات داشتن، موحدین چی مشکل داشتن. دلایل اینجا نقلی زیادتر ذکر میکنن. در این سوره مبارکه مناسبت از این سوره با سوره قبلی است که در سوره الانعام ختم شد سوره به هو الذی جعلکم خلائف الارض، که شما را جانشین ها ساختن در زمین، که یعنی مخلوقات قبلی دور میشه، شما جانشین از اونها در زمین میشین. در سوره الاعراف تفصیل از این میاره، قصه آدم علیه السلام میاره که چه قسم خلیفه، بعد از اون قصه نوح علیه السلام میاره، باز قصه عاد میاره به همراه هود علیه السلام، قصه ثمود میاره به همراه صالح علیه السلام. دیگه مسائلی که در اینجا هست. دیگه مسئله که است در این سوره مبارکه برای مسلمان ها و دعوتگرای اسلامی میگه که شما باید بسیار شجاعت داشته باشین در دعوت اسلامی، از بندی شدن، از قید، از اینکه مالتان از دستان بره، خانه تان از دستان بره، زندگی تان از دستان بره. شما در این چیزا ترس نداشته باشین. وقتی که گپ دین الله و شریعت الله گفته میشه، ایره با بسیار صداقت و اخلاص بگوین و از هیچ کسی، از ملامتی هیچ ملامت کننده در مسائل دینی نترسین. چرا؟ کسی که ترسید بازو حق گفته نمیتونه و کسی که دین الله را به کس نمیرسانه و حق پوشی میکنه، باز این شیطان اخرس و شیطان گنگه هست. الله متعال این شیطان های گنگه را دوست نداره. دیگه در این سوره مبارکه زیاد تاکید میشه سر متابعت از قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، که مؤمنای حقیقی، موحدین حقیقی کسایی هستند که قرآن عظیم الشان پیشان بسیار ارزش داره، این متابعت میکنه. سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشان بسیار ارزش دارن، از این متابعت میکنه. همچنان در این سوره مبارکه رد تمام اقسام شرک است، چی شرک در ذات باشه یا در افعال باشه یا در صفات باشه یا در عبادت و اطاعت باشه، تمام انواع از این رد میکنه. امی اقسام های شرک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. اینا الف لام میم صاد ما شما گفتیم که الله اعلم بمرادهی از حروف مقطعات است. معنای ازیر الله متعال خوبتر میفهمم. کتاب امی قرآن عظیم الشان که از انزل نازل کرده شده است، الیک به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، فلا یکن فی صدرک، پس نباشد در سینه تو حرجا تنگی منه از آن، لتنذر به، ای قرآن عظیم الشان به خاطر ازی فرستاده شده نازل شده، لتنذر تا بترسانی به توسط قرآن عظیم الشان، و ذکر و تایی که نصیحت کنی توسط ای قرآن عظیم الشان للمؤمنین برای مؤمنان. اتبعوا ای مسلمانان متابعت بکنید ما آنچه را که انزل الیکم نازل شده بالای شما من ربکم از جانب پروردگارتان، آنچه که در قرآن نازل شده و آنچه که در احادیث نازل شده. ولا تتبعوا و متابعت نکنید من دونه بغیر از الله متعال اولیاء اندیگر دوستانی را که بغیر از الله، اشخاصی که ضد شریعت الله حکم میکنن، ضد عبادت الله کار میکنن، اینا را اولیاء و دوستایتان نگیرین. قلیلا ما تذکرون، بسیار شما کم به یاد میآورین. دیگه چی مسئله هست که وقت عذاب الله بیایه، ای گاهی در وقت قیلوله میایه، گاهی در شب میایه، گاهی در روز میایه. و کم من قریت، الله متعال میگه و بسیاری از قریه هایی بودن که اهلکناها، ما اونا را هلاک کردیم. فجاءها، پس آمد برایشان بأسنا، امو عذاب ما بیاتن در شبانگاه، او هم یا در حالی که اونان قائلون قیلوله میکردن. قیلوله خواب نیمه روز میگن.
که در نیمه روز بسیاری کسا خواب میکنن. فما کان دعواهم، پس نبود دعوای از اونا یا دعایشان، اذ جاءهم، وقتی که آمد برشان بأسنا، عذاب ما، الا ان قالوا، ای که باز خودشان قالوا گفتن، اعتراف کردن که انا كنا ظالمین، ما بودیم ظالمان. فلنسألن الذين، پس حتما سوال یا پرسان میکنیم، الذين، از کسانی که ارسل الیهم، فرستاده شده به ایشان، ولنسألن المرسلین، و ما سوال میکنیم از امو مرسلین یا پیغمبران، فلنقصن علیهم، فلنقصن، پس ما حتما بیان میکنیم، علیهم، بالایشان، بعلم، با علم، و ما كنا غائبین، الله متعال میگن از هر چیزی که کس مرتکب میشه ما غائب نیستیم، یعنی الله شاهد است و انسان باید زیاد از الله حیا بکنه. والوزن یومئذ الحق، الله متعال میگه وزن اعمال که هست، وزن ابدان که هست، وزن صحائف که هست، یعنی وزن وقتی در روز آخرت میشه، میگه از ابدان هم وزن میشه، اعمال هم وزن میشه، با مو شکلی که الله وزن میکنه. ابدان چه قسم وزن میشه؟ یک وقت میگه یک صحابی مبارک عبدالله ابن مسعود بسیار لاغر بود، وقتی که میگه در سر درخت بالا شد، همین ساقای پایزی بسیار معین بود، مردم خنده کردن، رسول الله صلی الله علیه و گفت که شما خنده نکنین، این ساق پای هزی در ترازوی میزان بسیار وزن می داشته باشه، بسیار ثقیل می باشه. پس از این معلوم میشه که حتی اجسام هم وزن میشه، اعمال هم وزن میشه، به اون شکلی که الله متعال قدرت داره. والوزن، و وزن اعمال یومئذ، در روز قیامت، الحق، و حق است. فمن ثقلت موازینه، پس هر کسی که ثقیل شد موازینه، وزن اعمال نیک از او، فاولئک هم المفلحون، الله متعال میگه اونو کسایی که وزن اعمالشان چی شد، وزن اعمالشان ثقیل شد، اینا کامیاب هستند. بعضی کسا هست میگن وزن اعمال ما ثقیل، بعضی کسا وزن اعمالش بسیار ثقیل می باشه، خوب روزه داره، خوب نماز داره، خوب حج خوانده، خوب زکات کرده، جهاد کرده، لکن حق انسان ها را زیاد تلف کرده، سر یک ریشخندی کرده، غیبت کرده. غیبت اعمال انسان، یک دفعه یک نفر مثلا 10 رکعت نفل میخونه، بعد 10 رکعت نفل یک غیبت میکنه، همین 10 رکعت نفل ازو بر ازمو جانبه که غیبت کرده، یا ریشخند میزنه، نام ازو را میگیره. بسیاری کسا عادت دارن که ریشخند میزنه، فورا نام یک نفر را میگیره، یعنی عیب ازو را بیان میکنه، اینال عیب کس را بیان کردی، سر کس ریشخند زدی، غیبت کس را کردی، کس را دشنام دادی، دو زدی، آبرو عزت کس را بردی، زمین کس را غصب کردی، خانه کس را غصب کردی، مال کس را غصب کردی. اینی هست که کلی اعمال انسان از پیش انسان گرفته میشه و به جانب مقابل داده میشه. الله متعال میگه اعمال تنازس نتین، فمن ثقلت موازینه، و هر کسی که ثقیل شد همون وزن اعمال نیک از این، فاولئک هم المفلحون، اینا باز کامیاب هستند. و من خفت، و هر کسی که خفیف شد موازینه، وزن اعمال نیک از این، فاولئک الذین خسروا انفسهم، فاولئک، پس همی گروه مردم، الذین، کسانی هستند که خسروا خساره کردن، انفسهم، با نفسانشان، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، به سبب ای که بر آیات و نشانه های ما ظلم میکردن، اینا را انکار میکردن. ولقد مکناکم فی الارض، الله متعال میگه ای انسان ها شما را امکانات دادیم، فی الارض، در زمین. این امکاناتی که تو عقل داری، امی عقلت از کجا کردی؟ الله برات داده. امی قلبت از کجا کردی؟ الله برات داده. امی اعضای بدنی که تو داری، این از کجا کردی؟ الله برات داده. این تمام امکاناتی که داری کلش خود مال الله هست. الله میگه ولقد مکناکم، و یقینا که امکانات دادیم برای شما، فی الارض، در زمین، و جعلنا لکم، و گردانیدیم برای شما، فیها، در همین زمین، معایش، امکانات زندگی، جای عیش و آرامش، قلیلا ما تشکرون، شما بسیار کم شکر میکنین. عمر رضی الله عنه یک کس را دید که در اطراف کعبه میگرده، میگه اللهم اجعلنی من القلیل، یا الله مرا جمله قلیل بگردان. عمر رضی الله عنه گفت برادر چی دعا میکنین؟ گفتم میگه اللهم اجعلنی من القلیل، مرا از جمله کم بگردان. میگه شخص گفت که یا امیر المؤمنین، قلیل، الله میگه و قلیلا من عبادی الشکور، بنده های شکرگزار ما بسیار کم است. اگه یک دفعه مثلا ساعت یک عذاب به یک تکلیف قلبی برد به، باز پیش دکتر بری، باز دکتر برد بگه که در 5 لک روپیه عملیاتت میشه، باز وقت میفهمی که قلب چی نعمت است. دستایی که قطع شوه، باز میفهمی که دست چی قطع است، چی نعمت است. این که گرده تو کار نکنه، باز تو بری اونجا هر روز برد اینجا انالیز میشه و تو روز 3000 روپیه بیار تحویل کن،
دمای 60,000 70,000 از پیشت بگیره، باز اون وقت میفهمی که الله این گردگه که من چقدر نعمت الله بود. الله متعال میگه قلیلا ما تشکرون، شما بسیار کم شکر الله را میکنید. کدام روز شکر الله را کردیم؟ ولقد خلقناکم، الله متعال میگه ولقد خلقناکم، یقینا که من شما را خلق کردم، ثم صورناکم، باز شما را تصویر نمودم، ثم قلنا للملائکه، باز گفتم برای ملائکه که اسجدوا سجده بکنین، لآدم، برای آدم علیه السلام، فسجدوا الا ابلیس، سجده کردن بغیر از ابلیس. لم یکن من الساجدین، ای الله متعال در علم الله بود که ای از جمله سجده کننده نیست، یعنی مخالفت با امر الله را میکنم. گپ سر انسان نیست، گپ سر امر الله بود. وقتی که الله انسان به یک چیز امر کرد باید اطاعت از امر الله بکنه. قال، گفت الله متعال برای شیطان که ما منعک، چی مانع شد الله تسجد؟ الله متعال جرم شیطان بیان میکنه، از پیشش سند میگیره و او سند برای ما و شما بیان میکنه. ما منعک، چی شد، چی مانع شد تو را ای شیطان، ای ابلیس، الله تسجد، ای که تو سجده نکنی، اذ امرتو، که وقتی که من تو را امر کنم. قال، گفت ابلیس انا خیر منه، من خو بهتر هستم از او. این شعار قوم پرستاست، زبان پرستا، رنگ پرستا، شعار ابلیس است. همیشه که ببینی مردمایی که در قوم است میگه قوم ما از فلانی قوم کده خوب است، زبان ما از فلانی زبان کده خوب است، رنگ ما از رنگ از اونا کده خوب است، ما اوتر هستیم، ما سفید پوست هستیم، ما فلانی هستیم. این شعار شیطانی است. انانیت ایره میگه، انا، انانیت از خودخواهی است. این سبب کفر ابلیس شد. گفت انا خیر منه، من از او کده بهتر هستم، در حالی که شیطان قبول داشت که الله خالقش است. فکرتان است شیطان قبول داشت. انسان که خود شیطان چی میگه؟ شیطان گفت که خلقتنی، ای الله تو مرا خلق کردی، من نار، از آتش، و خلقته من طین، و او را از چی خلق کردی؟ از گل خلق کردی. این معزو کده خوب هستم. قال، گفت الله متعال فهبط، پس پایان برو، منها، از امی جایی که تو هستی، فما یکون لک، پس نیست برای تو، انت تکبر، برای تو شایسته نبود که تکبر بکنی، فیها در آنج، برای تو شایسته نیست این مقام که تو آمدی که ملائکه ششتی و تو یک مخلوق چتل هستی که متکبر هستی. فخرج، پس خارج شو، انک من الصاغرین، تو بسیار انسان خوار و ذلیل و پست هستی. بسیاری کسا را شما سعی کنید بسیار جای خوبش می باشه، مردم سر شانه های خود رو بالا میکنن، اما وقت کارهای ابلیسی کرد الله متعال تو ذلیل میسازش که باز مردم بیخی از پیش از اون متنفر میباشن. ما و شما با چشم خود میبینیم. قال، گفت ابلیس انظرنی، یا الله بر ما خی مهلت بده، الی یوم یبعثون، تا روزی که اینا مبعوث میشن، یعنی تا قیامت بر ما وقت بده. الله متعال به اساس ای که انسان به خاطر امتحان خلق کرده، الله برای فرصت داد. قال، برش گفت که انک من المنظرین، تو پیش از ای در چی، در تقدیر من جمله کسایی هستی که بر تو وقت و مهلت داده شده هست برای امتحان. قال، آل ابلیس میگه چی میگه؟ قال، گفت ابلیس فبما اغویتنی، به سبب ای که ای پروردگارا مرا گمراه کردیم، لاقعدن، حتما می نشینم، لهم، در مقابل اینمی انسان ها و مخلوقات، در مقابل چی میشیم؟ برای انسان ها میشینیم تا مانع شوم. از چی مانع شوم؟ صراطک المستقیم، از راه راست، یعنی استاد میشن در راه راست، نمیمانمشان که به راه راست بره. یعنی دمی درس دین کمی آمد تقق میتونی بخی برو الا بتی، امروز آمدی صبح نبی، چی میکنی؟ این کلش از چیز، کل وسواس شیطانی هست. میگه من مانع از این میشم از راه مستقیم. ثم لآتینهم، باز الله کل گپ‌های شیطان از ذکر میکنه. ای از رحمت الله هست تا ما شیطان دشمن خود بشناسیم، از زبان خود دشمن گپای دشمن بر ذکر میکنه تا که فریب دشمن نخوری. شیطان این کارا را میکنه. باز گفتم، باز همی شیطان گفت لآتینهم، باز من حتما میایم پیش این انسان ها، من بین ایدیهم، از پیش رویشان، از پیش رویش میایم، میگم اشکو طرف آخرت نری، و من خلفهم، از پشت سرشان میایم و برش تیلیش میکنم طرف دنیا، برو طرف دنیا، برو طرف زنا، برو طرف گناه. و عن ایمانهم، از طرف راستشان میایم، از طرف دست راستشان میایم، برشان میایم که نیکی نکنی، نیکی نکنی، الا بتی نیکی نه. و عن شمائلهم، از طرف دست چپشان میایم، یا رب بدی ها تشویق میکنم. ولا تجد اکثرهم، باز شیطان میگه که الله باز ببینی که اکثریت از یارا نمیبینی که باز اینا شکر نعمت های تو را بکنن، از چشمش تو استفاده میکنن لکن شکر چشم نمیکنن، از نعمت تو استفاده میکنن از این شکر نمیکنن، از گوش تو که برش خلق کردی از این استفاده میکنن شکر نمیکنن، از قلب خود، از دست خود، از پای خود، از مغز خود، از عقل خود، از دماغ خود، از علم خود، از کل چیزی که الله برش دادی یا باز شکر نمیکنن. قال الله متعال گفت اخرج بیرون شو، منها، از بین از این میجه، مذءوما، بسیار خوار ذلیل، مدحور رانده شده. آل الله متعال برش میگه لمن تبعک، هر کسی که متابعت و پیروی کرد، منهم از امی انسان ها و از امی جن ها،
از تو هر کدامش که پیروی کرد. لأملأن جهنم منکم اجمعین، باز من پر میکنم جهنم، دوزخ، از انسانهایی که پیروی تو را میکنن، از جنهایی که پیروی تو را میکنن، خودت هم کتشان اجمعین تامین. و یا آدم اسکن، و الله متعال میگه گفتیم برای آدم علیه السلام که ای آدم علیه السلام اسکن، سکونت بکو، انت خودت و زوجک و همسرت. اینجا ببینید نگفت زوجتک. در زبان عربی وقتی که کلمه ضرورت نباشد تی تانیس نمیره. اینجا خب از میفهمی که زوج آدم علیه السلام همسرش کی بود؟ بیبی حوا بود. پس از اینجا تی تانیس نآورد. بعضی کسا میگن چرا در نام ها که از مثلا در این مؤنث نیست، چرا نام های الله لا یعوذ بالله تی تانیس نیست؟ نیاز نیست. این زبان عربی اسلوبش است. بعضی بیدینا که زبان عربی رو نمیفهمن همین گپا رو میزنن، میگن نام های الله کلش مذکر است، در حالی که نام های الله که شایسته از جلال عظمت الله هست او به مذکر و مؤنث توصیف نمیشه. و این تیتانیس نیاز نیست که در اونجا بیاره. متوجه هستین؟ از این خاطر در زبان عربی هم قانون است در جایی که نیاز نباشد تیتانیس وقتی میاره که اونجا باز مسئله مذکر و مؤنث مطرح شود. در جایی که مطرح نشه اصلا ضرورت نمی باشه. یک موضوع بسیار قوی است. انت تو و زوجک و همسر تو که بی حوا هست، هر دو تا در کجا باشین؟ الجنت، در جنت باشین. فکلا، پس بخورین، من حیث شئتما، از هر جایی که خواستین. ولا تقربا هذه الشجره. آل الله متعال وقتی که کل نعمت ها را میته، 10,000 20,000 قسم میوجات و خوراکا هست، بازم یک قسم تعیین میکنه به خاطر امتحان. یعنی انسان در بین نعمت ها در امتحان میباشه. احتیاط کو که در اینمی لحظه در امتحان هستی. من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشین. نامش قرآن و سنت بیان نکرده. کسایی که زیاد تفسیر فلسفه گفتن او درست نیست. فقط یکی از امی خوردنی ها و یکی از درخت ها منع شده بود که به این نزدیک نشه. فتکون من الظالمین، باز شما میشین از جمله ظالمان. فوسوس لهم الشیطان، و باز وسوسه کرد شیطان. این شروع کرد دیگه شیطان دشمنی خدا. از کجا شروع کرد؟ از آدم و حوا. چه قسم شروع کرد؟ با وساوس. فوسوس لهم الشیطان. از این خاطر وسوسه کجا گفتم میشه؟ این گپا را میره. مثلا شیطانای انسانی این خبره که میره دیگه، خبره میره دیگه، خبره میره دی فیسبوک میره دی تلویزیون، یک شبهه را ایجاد میکنه در اینجا گپا میره. این وسوسه ها را که کل شکر در ذهن تو یک دفعه یک نفر است که خوب نمازخوان بود، یک دفعه سرش نماز ترک میکنه، خوب دیندار است، یک دفعه کافرش میسازه. پس از این خاطر میگه که وسوسه ها را متوجه باشین، چی شیطانای انسانی باشه چی شیطانای جنی. فوسوس لهم الشیطان، پس وسوسه کرد برای اونها شیطان. چرا شیطان چیکن؟ لیبدی، اولین کاری که شیطان میکنه که انسان امی عورتش کشف کنه، شرمگاه ازیر کشف کنه. ایره چی کنه؟ لیبدی، تا آشکار کنه، لهم برایشان، موری آنچه که پنهان است، انهم از ایشان، من سوآتهم، عورتشان. و قال ما نهاکما. میبینه امی شیطانا که اول چی میکنه؟ میگه حقوق زن ای است که زن چادر نداشته باشه، حقوق مرد ای است که این مرد بی لباس باشه. از این خاطر بر سپورت تو لباسا جور میکنن کل اندام تو معلوم شود. خاطر قطعه که تو چیز میکنه که همینجا شیشته باشی، همین وزن برداری که میکنه که کل زن ها را برشون میخسم لباسای را جور میکنه که همین عورت شمگاه از را معلوم شود. این که معلوم شد باز میگه این آغاز بی حیایی است، آغاز بی دین. الحیاء من الایمان. حیا از چی است؟ از ایمان است. من سواتهم، تا که عورتشان معلوم شد. و قال ما نهاکم. آل جنگ فکری میکنه شیطان. آل حضورش به آدم علیه السلام نمیرسه. آدم علیه السلام قوی هست، نو خلق شده، خوب زوردار است، و این شیطان یک پیر ضعیف چند ساله که آدم علیه السلام از زور خود کار گرفتن نمیتونه. آل دیگه میگه جنگ فکری میکنه و برش میگه و قال ما نهاکم ربکم، شما را من انکت پروردگارتان، ان هذه الشجره، از این درخت، الا ان تکون ملکین، مگر به خاطر از اینکه شما مثل ملائکه و دو تا ملائکه باشین، او تکون من الخالدین، یا شما همیشه در اینجا باشین. آل به خاطر که گپای خدا و دروغهای خدا تایید بکنه. و قاسمهما، یعنی همیشه فکر دان باشه که کسایی که جنگ فکری میکنه او در لباس دوست میه و بر تو صدها قسم میخوره که من دوست هستم، من رفیقت هستم، من دیوالت هستم، تو بگی گلاسه که شرابه، تو بگی کاره که خرابه بکن، تو بگیره بکن. از این خاطر میگه دشمنا در لباس دوست میاین و فریب میتن. جنگ فکری همیشه در لباس چی میه؟ دوست میه. اومدیم براتون مکتب بسازیم، اومدیم براتون شفخانه بسازیم، اومدیم براتون سرک بسازیم، اومدیم برای ریکنستراکشن یور هوم، این ریکنستراکشن نگه پارمه. لیکن پسان که ببینید کلش فساد است، کلش خراب کرده.
و قاسمهما و همی شیطان با جنگ فکری خود قسم خورد برای آدم و حوا گفت اینی لکم و مکه برای شما دو نفر هستم لمن الناصحین من نصیحت میکنم من خوب میفهمم فدلهما به غرور پس آنان را از مقامشان پایین کرد به غرور با امی فریبی که شیطان داشت. اینجا قرآن دفاع میکنه از حق بی بی حوا، چرا که یهود و نصارا به این عقیده هستند در کتابشان که آدم علیه السلام از جنت کی فریب داد؟ میگه بی بی حوا رفت این کار کرده میوه را خورده بر شوهر خودت، میگی زن لعنت شده. حالا اینجا قرآن دفاع میکنه از مادر ما و شما، مادر انسانیت که بی بی حوا هست و میگه که اردوی از اینا را کی گمراه ساخت؟ شیطان. و میگن زن ملعون است، در کتاب تورات میگه که تحریف کردن زن. چرا ملعون است؟ میگه به خاطر که این رفت از دان مار که شیطان به شکل مار آمده بود، باز میوه را گرفت و خودش خورد و باز بر شوهر خودم داد. از این خاطر میگه لعنت سر ازی شد. اول در جنت مار از کجا میشه؟ لو دخان. دومی است که نه ماری کفا بود، همین تن هم شیطانه که کمپیر بود، اینمی آمد و یار اردوشان فریب داد. فدالله ما پس آنان را از مقامشان پایان کرد به غرور به سبب فریب. فلما ذاق پس وقتی که اینا خوردن از شجرت از میوه از این درخت ممنوعه بدت آشکار شد برشان لهما بر اردوشان سوآتهما عورتهایشان و طفقا و شروع کردن، یعنی عمو لباسی که جنتی بر از اینا پوشانده شده بود از پیششان چی شد؟ خطا خورد افتاد. و طفقا و شروع کردن یخسفانه که من داختن علیهما بالای خود من ورق الجنه از برگهای درختهای یا نباتات جنت. و ناداهما و صدا کرد آنان را ربهما پروردگارشان علم انحکما آیا من نکرده بودم شما را، نهی نکرده بودم شما را ان تلکما الشجره از اینمی درخت و اقل لکما و برتان نگفته بودم که ان شیطان لکم عدو لکما که همی شیطان بر اردوی شما عدو و از دشمن است مبین آشکارا. وقتی که دو نفر گفتن آل بعضی کسا باز بعضی روایت‌های دروغ میارن، باز میگن ساختگیره که باز اینجا بچم یک خط آمده با اینجا نوشته بود که محمد است به نام محمد کوی کارا را کو اونا افراط میکنن در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. قرآن رو رد میکنه. قرآن از این میگه که این گپار آدم علیه السلام نکرد و نگفت که به حق محمد و به حق فلانی. آدم علیه السلام گفت که قالا گفتن را آدم هم گفت حوا هم گفت. این از کی یاد گرفتن؟ از الله یاد گرفتن. قالا اردویشان گفتن که ربنا ای پروردگار ما ظلمنا ما ظلم کردیم انفسنا بر نفسهای ما و ان لم تغفر لنا و اگر مغفرت نکنی لنا بر ما پروردگار ما و ترحمنا و رحم نکنی بالای ما لنکونن من الخاسرین باز ما از جمله خسارت کننده ها میشیم. قال اهبطوا الله متعال حکم خدا برشان آل بیان میکنه میگه پایان شوین بعضکم لبعض عدو بعضی از شما برای بعضی دیگه تان، یعنی شیطان ها که اصلا بر انسان ها دشمن میباشن و شما دشمن ایوازنا هستین. شما احتیاط بکنید ولکم فی الارض مستقر و بر شما در زمین جای استقرار و قرارگاه و آرامش است و متاع و یک متاع است همین زمین الی حین تا یک مدت معین و مشخص. قال فیها تحیون گفت شما در امینجا زندگی میکنین و فیها تموتون و در زمین میمورین و منها تخرجون و از زمین خارج میشین. یا بنی آدم ای اولاده آدم علیه السلام قد انزلنا الله متعال خطاب میکنه بر ما و شما میگه ای اولادی علی آدم علیه السلام کل ما و شما اولادی آدم علیه السلام هستیم، اروپایی امریکایی آسیایی افریقایی کل ما و شما بر اولادی آدم علیه السلام هستیم. الله متعال میگه قد انزلنا یقینا که نازل کردیم علیکم بالای شما لباسا لباس را، یعنی حکم پوشیدن لباس که باید با سطر لباس بپوشین. او تو لباس بپوشین که یواری سوآتکم که ای امو عورتهای شما را میپوشونه. پس اگر کسی لباس میپوشه که عورتش پوشیده نمیشه یا چسب میباشه اعضای بدنش معلوم میشه یا نازک میباشه یا کوتاه میباشه باز این لباس شرعی نیست، این مخالفت امر الله را کرده. او تو لباس را بپوشین که نازل کردیم بر شما حکمشه که یواری که بپوشاند سوآتکم امو شرمگاه های شما را و همچنان لباسی که چی باشه و ریشن و لباس زینت باشه، یعنی شما را مزین زیبا. چرا انسان وقتی که لباس نداشته باشه همون زینت از او از بین میره. زینت انسان که است دمو لباس است و دمو حیا و دمش است. و لباس و تقوا و بهترین لباس های مادی نیست. دو قسم لباس است، یکی لباس مادی هست یکی لباس معنوی است. هم شما لباس مادی را بپوشین که او عورت شما را بپوشانه و هم لباس معنوی داشته باشین که او لباس تقوا
تقوا هست. شما چشمتان تقوا داشته باشد، دستتان، پایتان، تمام اعضای بدنتان. ذلك و لباس التقوا، ای لباس معنوی تقوا که ذلك ای خیر بهتر از ذلك من آیات الله، اینمی احکام الله هست. لعلهم یذکرون، شاید که امی بنده های حقیقی الله ایره یاد بکنن. یا بنی آدم، باز الله متعال بر ما و شما خطاب میکنن که ای اولادای آدم علیه السلام، لا یفتننکم الشیطان، شما را در فتنه نپرت شیطان، که ما اخرج ابویکم، چنانچه خارج کرد پدر و مادر شما را. پدر و مادر ما و شما آدم و حوا بود. از این کافرها که هست بازوا میگه ما پدر ما شادی است، از ما و شما الحمدلله ما اصل هستیم. اونا که هستن فتوکاپیش میگه ما از چی هستیم؟ از شادی هستیم. یک جای یک کسی میگه فرمت مرکز که میگه خودش چه شادی است. ما الحمدلله ابوای ما در قرآن معلوم است که چی است؟ پدر و مادر ما آدم و حوا علیهم السلام، اردویشان شخصیت های بسیار عالی بودن. که ما اخرج ابویکم، چنانچه اونا خارج کردن پدر و مادر شما را من الجنت، از جنت، ینزع عنهما، که بیرون میکنند از ایشان لباسهما، لباسشان را، لیوریهما، تا نمایش سازد سوآتهما، عورتهایشان را. انه یقینا که شیطان یراکم میبیند شما را، هو خودش، و قبیله و همکارانش، من حیث لا ترونهم، مثل که شما شیطان دیده نمیتونین. شیطانای انسانی را دیده میتونین، شیطانهای جنی را دیده نمیتونین. یا شیطانای انسانی را هم به اساسی که جنگ فکری میکنن شما شناخته نمیتونین. بسیاری وقتا یک از دشمنت است، تو نمیفهمی و جنگ فکری میکنه. خوب که تکیت کرد از بین بردت، خوب که وضعیت خراب کرد، باز الهیت میده، باز او والا من چی بد کردم، کاش کمی 10 سال پیش میشناختم. انا جعلنا، الله متعال میگه ما گردانیدیم الشیاطین، شیطان ها را، اولیاء، دوست. یعنی بسیاری کسا میگه که ما اولیاء را دوست داریم. اولیاء دوستشان کی است؟ شیطان ها دوستای کی هستند؟ دوستای للذین لا یؤمنون، بر کسایی که ایمان نداره. شیطان ولی و اولیاء بر کی است؟ بر کسایی که ایمان نداره. اما اولیاء مسلمان ها کی است؟ الله و رسولش است. الله ولی الذین آمنوا، دوست ما و شما الله هست و مسلمان ها هست، مؤمن ها هست، با تقوا هست. دیگه این مرد شیطان و شیطان پرستا چی عادت دارن؟ شیطان و شیطان پرستا عادت دارن و اذا فعلوا فاحشه، وقتی که یک کار فحش، ناروا، حرام، زشت میکنن، قالوا، باز میگن وجدنا علیها آباءنا، ما این کار به خاطر از این میکنیم که پدرای ما این کار کردن. و دیگه تومت دیگه میگن سر الله، باز میگه والله امرنا بها، میگه الله ما را به این زشتی ها امر کرده. قل برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان الله لا یأمر بالفحشاء، یقین داشته باشین که الله متعال ذات پاک است، منزه است، قدوس است، این ذاتی که از همه عیبها خالی هست، هیچ وقت امر نمیکنه بالفحشاء، به بدیها. شما تومت میکنین. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا شما قول یا سخن بگین علی الله، بر الله ما آنچه را که لا تعلمون نمیدانین. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، امر ربی، امر کرده است رب من، پروردگار من، خالق من، بالقسط، به عدالت. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، شما روی بگید و اقیموا، راست کنید، وجوهکم، روحایتان را، عند کل مسجد، به طرف هر مسجد. یعنی شما وقتی که نماز میخواین رویتان به طرف قبله بگردانید. و دعوه و طلب دعا بکنین. از کی؟ هو، از الله فقط. مخلصین، در دعایتان باید اخلاص داشته باشین. اینجا توحید دعا هست. توحید در دعایی است که فقط دست دعا را به بارگاه الله بلند کنی. و شرک در دعا چی هست؟ که دست دعا را به مخلوق بلند کنی، هر مخلوقی که باشه، زنده باشه یا مرده باشه. و دعوه، پس شما توحید در دعا را بکنین، دعا بکنین، دست دعا بلند بکنین، مخلصین، خاص برای الله، له، برای او، له الدین، که دین هم خاص برای الله باشن، یعنی دینتان هم تنها به نام الله باشن، نامهای دیگه مخلوقات رو شریک نکنین. حالا دیگه وقتی که این کارا را کردین، اکنون برگشت انسان در آخرت است. اینال الله متعال میگه باز در آخرت خیلی چه قسم چه کما بدأکم، همون قسمی که الله متعال شما را خلق کرده، تعودون، اونمو قسم شما پس عودت میکنید. اونمو قسم که در روزی که نو تولد شدین برهنه، اونمو قسم دوباره شما برهنه در روز قیامت حشر میشین. فریقا، الله متعال تقسیم بندی مخلوقات میگه، مگه مخلوقات مکه از فریقا یک گروهی هستند که هدایت شدن، و فریقا حق علیهم الضلال، و گروهی هستند که حق شد بالایشان گمراهی. چرا یا گمراه شدن؟ انهم، به خاطر از یا گمراه شدن که اتخذوا، گرفتن، از شیاطین، شیطانای انسانی و یا شیطانای جنی را چی گرفتن؟ اولیاء گرفتن، دوستای خود گرفتن، من دون الله، و غیر از الله. و یحسبون، باز اینا فکر میکنن، گمان میکنن که انهم مهتدون، که اینا هدایت شدن. یا بنی آدم، ای اولادای آدم علیه السلام، خذوا زینتکم، بگیرین زینت هایتان را، عند کل
کل مسجد، در هر مسجد. در مسجد وقتی که میای به ملاقات الله میای با بسیار ادب و اخلاق، بیا لباس بسیار خوب بپوش. بعضی کسا در مسجد که میای که زیر تنبانی و زیر دریشی و متاسخو که خیس گنده چتل مویش ناشانا کردگی لباس چیز گدوت می. الله متعال میگه این بیادبی رو نکنین در مسجد. در مسجد وقتی که آمدین خودو بگیرین، زینتکم، زینتتان را عند کل مسجد، در نزد هر مسجد وقتی که در مقابل الله استاد میشین باید هم بسیار مزین، پاک، با عطر. صحابه می آمدن خوشبوی. و کلوا و اشربوا، الله متعال میگه از نعمتهای الله بخورین و اشربوا و بنوشین، ولکن لا تسرفوا، لکن زیاده روی در حلال نکنین. انه لا يحب المسرفین، یقینا که الله متعال انسانهای اسرافکار را که مثلا 1 کیلو گوشت کفایت میکنه 2 کیلو را میارن در سر میز، ببینید 10 قسم غذا را میمونه، باز 2 قسمش میخوره، 8 قسم دیگه شده زباله‌دانی میپرته. الله متعال اینی مردم را دوست نداره. قل بگو بعضی کسایی هستن که باز در حلال الله را حرام میکنن، حرام حلال میکنن. قل بگو من هر کسی یا هر کس آن شخصی که حرام نموده است زینت الله، زیبایی های الله را، التي آن زیبایی ها را که اخرج لعبادی که خارج کرده بر بنده هاش، و الطیبات من رزق، یا حرام میکنه بالای خود چیزهای پاک از رزق. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اینمی نعمت های الله در دنیا بر مؤمنا هست، خالصتا، باز در روز قیامت کس، یوم القیامت، بر از اینا در روز قیامت هم همین نعمت ها داده میشه. چرا مسلمان ها میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، امیر کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. الله متعال میگه این قسم تفصیل میتیم آیات بر قومی که اونا علم داره. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم انما یقینا که حرام کرده ربی پروردگار ما الفواحش، تمام کارهای زشت را، ما ظهر آنچه که آشکاراست، من هزار و ما بطن، و از آنچه که او چی است پوشیده هست، والاثم، همچنان الله متعال حرام کرده گناه را، والبغی، و سرکشی را، بغیر الحق، بدون حق، و ان تشرکوا، و همچنان الله متعال حرام کرده که به الله شریک بیاورین، بالله، به الله، ما لم ینزل، آن چیز را که نازل نکرده، به به آن سلطان دلیل، و همچنان حرام کرده که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، که برای الله بگوین چیزی را که نمیفهمین. بعضی کساس برای الله نامهای عجیب غریب علم نداره، از دل خود در قرآن و سنت و نام الله نگرفته، یه از دل خود برش نام چیه، والله ما الله را عاشق میگم، ما عاشق الله هستم، ما معشوق هستم، خمار هستم، ماشین فلان است. العیاذ بالله میگم سر الله سخنهای را نگوین که علم ندارین، یا چیزی که الله براتون حکم نکرده او را حکم نکنین، یعنی بدعت ها و یارا چیز نکنین، سر الله تومت نکنین. ولی کل امت اجل، برای هر امت الله متعال میگه مدتش معین است، یعنی مرگ و زندگی قسم نیست که شما بگوین که والا بعد است ما هست اگه من احتیاط کنم نمیمرم. الله متعال میگه ولی کل امت اجل، برای هر کسی یک اجل است، فاذا جاء اجلهم، وقتی که اجلشان بیاید، لا یستأخرون ساعتا، تأخیر نمیشن 1 ساعت، ولا یستقدمون، 1 دقیقه هم تقدیم نمیشن، نه کس اجلش پس میشن نه پیش میشن. یا بنی آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، اما یأتینکم، وقتی که بیاید به نزد شما، رسول پیغمبران منکم، از جمله خود شما انسان ها باشن، یقصون، که بیان میکنن، علیکم بر شما آیات مرا، فمن اتقا و اصلح، پس هر کسی که تقوا کرد و اصلح و خود اصلاح کرد و در جامعه هم اصلاح کاری کرد، فلا خوف علیهم، پس بر از اینا ترس نیست، ولا هم یحزنون، و اینا جگرخون هم نباشه، یعنی بر از اینا الله ترس و خوف نمیباشه، بر اینا الله آرامش روانی نصیب میکنه. والذین کذبوا بآیاتنا، و کسانی که تکذیب کردن به آیات ما، و استکبروا و تکبر کردن، آنها یا اولا از آن، اولئک اصحاب النار، اینا اصحاب دوزخ هستند، هم فیها خالدون، اینا در میاتش دوزخ همیشه می باشن. باز الله متعال همین مردم ها را، کسایی که سر الله تومت میکنه یا را میگن بسیار ظالم هستن، همین بدعتکارایی که بدعت میکنن و باز او را تومت میکنن سر الله و رسولش، میگه این دین است. الله متعال میگن فمن اظلم، و پس کی ظالمتر، ممن نسبت به کسانی که افترا علی الله کذبا، افترا میکنن بالای الله، تومت میکنن، کذبا به دروغ. همین کسایی که تومت میکنن باز یا کل همین دروغای خودم، همین بدعت های خدا، گناه های خدا، کلش باز به الله نسبت میتن. او کذب، مثلا میگه موسیقی حلال است، این تومت است برای الله. ساز حلال است، زنا حلال است، شراب پروا نداره، اختلاط پروا نداره، بی حیایی پروا نداره، بی حجابی پروا نداره. کل اینی گپ ها کسی کلش تومت است بالای الله. کسی که قانون میسازه و دو قانونش
ضد شریعت الله هست و او رو باز به الله نسبت میده، این کلش افتراض بالا. او کذب بیااته، یا تومت سر الله میکنن یا تکذیب میکنن. اولئک ینالهم نصیبهم، الله متعال میگه بر از اینا نصیبشان میرسه من الکتاب، از تقدیر، باز تقدیر از اینا برشان، حتی تا زمانی که جاءتهم رسولنا، باز بیاید و پیش از اینا فرستادگان ما، یعنی ملائکه مرگ. این رسول گفتن به خاطر که میگه ملک الموت، یا به خاطر عزتمندی از او جمع استعمال شده و یا هم به خاطر از اینکه ملک الموت تنها نیست، همراه از این همکارا و زیر دستایش است. یتوفونهم، باز این ملائکه الله که هستن یا چی میکنن؟ اینا را روحشان قبض میکنن که وفات کنن. قالو، میگه سوال میکنن از پیشان، اینما کنتم تدعون من دون الله، کجاست کسایی که شما او را دست و دعا را بلند میکردین بغیر از الله؟ قالو، میگفتن ضلوا عنا، از پیش ما گم شدن، نیستن حالا که به درد ما بخوره در وقت مرگ. و شهدوا علی انفسهم، یا خودشان با سر خود شهادت میتن که انهم کانوا کافرین، که اینا کافر بودن. قالت خلو، بگو برشان داخل شوین، فی امم، در امتهایی که قد خلت، که قبلا گذشته است، من قبلکم، پیش از شما، من الجن والانس، از جنها و انسانها، فی النار، در داخل آتش دوزخ. شما هم کتنمو دوزخی های سابق، شما هم داخل شوین. کلما دخلت امتون، هر وقتی که یک گروهی از دوزخی ها داخل دوزخ میشن، باز لعنت میگه اختها، امو کسی که هم افکارشان است، یعنی کمونستای نو که وقتی در طرف دوزخ برده میشه، باز کمونستای سابقه باز میگه لعنت خدا سرتان. شما نمیفهمید که ما در بدر شدیم، شما هم آمدین مثل ما شدین. مشرکای نو که میرن، مشرکای سابقه، کافرای نو، کافرای سابقه، یکی سر دیگه خود لعنت میکنن. لعنت اختها، لعنت میکنه به ام فکرش، حتی اذا دارکو، تا وقتی که به هم برسن، فیها جمیعا، کلشان. قالت اخراهم لاولاهم، آخری ها باز بر اولی ها میگه چی میگن؟ ربنا هؤلاء، میگه ای پروردگار ما، اینمی کسایی که بودن، اینمی رهبرای ما، رهبرای احزاب سیاسی ما، رهبرای فکری ما، اینمی اضلون، ما را گمراه کردن، ما را گفتن بیا کمونیست شو، بیا سوسیالیست شو، بیا دموکرات شو، بیا سکولار شو، بیا بیدین شو، بیا برعکس. اینمی ها ما را بردن در این بدبختی ها و کفر و شرک و بیدینی داخل کردن. اولای اضلون، اینا ما را گمراه کردن. باز خود امی پیروای از این رؤسای احزاب بازیا چی میگن؟ بازیا دعا میکنن فآتهم، یا الله بر از اینا بتی عذاب بتشان بتین دفن دوچند، این نمی اخماره من النار، از آتش و دوزخ. الله متعال باز جوابشان جمعه می قال لکل، بر کلتان، ام بر رهبریتتان، ام بر پیروایشان، ضعف، دوچند عذاب است، ولکن لا تعلمون، لکن شما نمیدانید. و قالت اولاهم لاخراهم، امو گروه اولی که هستن، رهبریا که هستن، برای آخرا باز چی میگن؟ فما کان لکم، ای لوداهای احمقای مردمای بیدین خدا شرمانده، فما کان لکم علینا من فضل، هیچ بر شما بالای ما کدام فضیلت نیست. ما فقط میامدیم شما را یک دعوت میکردیم، یک مجلس میگفتیم، چرا آمدیم پیروی از ما را کردیم؟ فذوق، هیچ شما فضیلت سر ما ندارین، شما خودتان احمق بودین، ما خو ملامت نیستیم. فذوق العذاب، باز بر از اینا گفته میشه که بچشین عذاب را، بما کنتم تکسبون، کلتان به سبب چیزی کس میکردین، عمل میکنین. ان الذين كذبوا بآیاتنا، الله متعال میگن یقینا کسانی که تکذیب کردن با آیات ما، واستكبروا عنها، و تکبر کردن از آن، لا تفتح لهم ابواب السما، وقتی که روح از اینا بالا برده میشه به طرف آسمان، دروازه آسمان، اونجا که روح بالا برده میشه بر از اینا اونجا جای داده نمیشه، دروازه آسمان برشان باز نمیشه. ولا يدخلون الجنه، و ابدا داخل نمیشن در جنت. عرب ها یک مثال داشت، یک کار که نمیکردن، باز میگفت این کار خود نمیکنم تا زمان نمیکنم که امی شطور امی سوزن، دمی تار سوزن داخل میکنه از اونمو دم سوراخ سوزن، تا وقتی که میگه شطور داخل نشه این کار نمیشه. یعنی معنیش چیست که کار شدنی نیست. این میگه یا داخل جنت نمیشه حتی تا زمانی که یلج الجمل داخل نشه شطور فی سم الخیاط، در امو سوراخ سوزن. یکی خیاط است، یکی خیاط است. خب خیاط سوزن میگم. و كذلك نجزی المجرمین، الله متعال میگه این قسم جزا میده مجرمان را، لهم من جهنم مهاد، بر از اینا از جهنم چی است؟ مهاد، گهواره هست جاست، و من فوقهم، و از بالایشان غواشن سرپوش است. و كذلك نجزی الظالمین، و همین قسم ما جزا میدیم برای کی؟ بر ظالمان. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن، و عملوا الصالحات، و اعمال صالحه کردن، لا نکلف، ما مکلف نمیکنیم نفسا، هیچ نفس را، الا وسعها، مگر به اندازه
توانش. اولئک اصحاب الجنه، همی گروه مردم صاحبان جنت هستند، هم فیها خالدون، اینا در جنت داخل می باشند. حال بعضی کسا میگه بعضی مردم ما خوب مردم است در جنت میره، لکن در قلبشان بعضی از چی است، بعضی از تقاضاهای خراب است، یا مثلا حسادت است، کینه است، فلان است فلان. از رسول الله صلی الله علیه و آله قلبش توسط آب زمزم شسته شد، پاک شد. عالم جنتی ها چطور میشه؟ الله متعال میگه و نزعنا، و بیرون میکنیم در جنت از جنتی ها را چی؟ ما فی صدوریم، آنچه که در سینه هایشان است، من غل از کینه. هیچ در جنت باز کینه و کدورت و بدبینی و حسادت و گپا نمیباشه. تجری من تحت الانهار، که جاری میباشد از زیر قصرهای و قدمها و زیر درختهای از اینا انهار جویها. و قالوا، و میگویند جنتی ها الحمدلله، حمد و ثنا و صفت است لله بر الله، الذی هدانا، که ما را او ذاتی که ما را هدایت کرد، لهذا به ایرای حق، و ما كنا لنهتدی، و ما نبودیم که هدایت شیم، لولا ان هدانا الله، اگر الله ما را هدایت نمیکرد. جنتی ها میگن ما هدایت نمیشدیم. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یقینا که پیغمبران پروردگار ما به حق آمد. و نودو، و برشان صدا زده میشه که ان تلکم الجنه، تلکم الجنه، برشان گفته میشه که اینمی جنت هست که اورثتموها، و میراث گرفته اید آن را، به ما کنتم تعملون. یعنی مثل یک کس میراث میبره، می جنت تسلیم شما شد. اینمی قسم. و نادى اصحاب الجنه اصحاب النار، با صدا میکنه اصحاب الجنت اصحاب دوزخ، ان قد وجدنا، این ما یافتیم ما آنچه که وعدنا ربنا، که وعده کرده بود پروردگار ما، حقا به حق. فهل وجدتم ما وعد ربکم، آیا او چیزهایی را که رب شما بر شما وعده کرده بود بر شما رسید حقا به حق؟ قالوا، میگن نعم بله، ما هم این بدی هایی که بر ما بود کلش بر ما رسید. فاذن مؤذن، باز آذان یا صدا میکنه یک آواز دهنده بینهم، در بینشان، که لعنت الله علی الظالمین، که لعنت الله هست بر ظالمان، الذین، کسانی که یصدون، باز میدارند مردم را عن سبیل الله، از راه الله، و یبغونها، و میخوان آن را که چی کنن، و یبغونها عوجا، میخوان کج. چه قسم کج؟ به القاء الشبهات، که در بین امی احکام الله شبهات میپرتن، اعتراضات میکنن. و هم بالآخرت، و اینا در آخرت کافرون، کافرها هستن. و بینهما حجاب، و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. الى ان شاء الله تعالی با سبا میخوانیم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب